السلام علیکم یار و دوستان محترم هواداری کانال. بعد شما دوستان خربزه های غفاریان میگوین را خربزه اخد جزخ تربزه اخد و همین چیز هم ازبکستان جزخ نپرسته همین تمام نمودی و خربزه بمزه دیا میخورید دم میگیره. باور کنید اهمی توچکه پیش بزرگ زرافشان و لوگوی وریمیت تو برف یکم همی اکی غفار ده همیجه برای شما خدمت کردن میگردن. خیلی خربزه مزر آورده بخواهید دیگه خربزه رو میخورید راست کنل میداره. من آبی کنل هم پر سیزانی وای شده است. خربزه از 20 سامانی سر میشه. شخصیت بسیار در آسیا آمده میدونم چند روز باز نگاه میکنم بازارا پری آدم همه عرصه ها خسته آمده است. میتونید همینجا تربوز رو بینید شما. نومی خربوزه چیزه؟ چیز؟ زادنو خلدین کم هست. دستافکی هم دوران اکم 5 تا 10 تا گیره دیگه دستافکی تا دری خانوتون میبرن چسکی یک. هم ملایماش نه که زور بودیم. من یه روز بردم خدا هم تحوس هم داد با که دوباره اومدیم. اونم که اون میبریم. من گفته که خورده بینه. نه خورده بینه نکو. هر یه رگزر ندوای میکنن کارمین میکنن. خیلی دل گرده دارم. نه خریدم چشت میگم. و عبدالغفار مثال خرمنشون بای. بسم الله. من خربزه رو بینه. چه بده مزار؟ حقانی به درجه. منه. آدمی خالص گرم سادیم. آدمی که رنگش دیده گفت که بیزه و نه حقانی درهم دیگه. ماشاءالله. باشه. گفتم که بابا عبدالغفار اگر چی نه خریدم با مهمونی تو میکنم. همین بار دوستان کسانی که خربزه رو یاد کرده بود نه خریدم وای میکنم. چیزاش میگو؟ چه هست میشه تو؟ 60 تومن. خوش روز میکنم. من سرداشو دو تا 60 تومن. من 2 تا 60 تومن خربزه دیده چه کلون کورم فکر کنم. حالا اگه نیست. این کمی هم بود بر شما دوستان همین در خربزه‌ای وای اکی عبدالغفار وای کردیم. چی میگوید؟ یک نمایش کردیم. اگر چی کانتنت یگان درست نبود برای خاطر وای برای شما دوستان سپیشال همین خربزه رو ویدیو کردیم که با همین دست اکی عبدالغفار لوگوی برن کراوات هم دارن چایتون هم میکنن کافی هم میکنن. اگر با خریداری جلتن باشد میتونید. رقم تلفن اکا چند؟ 755 34 60. واتساپ هم دارید ها؟ نه. خانویا
میتونه زنگ زنه زکات نه تا در خونتون میبرن. من تربوزای بینه شما دم میگیرید. من کلانیش بینه چه بالون. لبی ریچکنده ادرس نه لبی ریچکه پیش بازاری جمعه بازار ادرس یکم تربوزا رو بینه شما. من تربوز خربوز هم جور گرفته اینجا 50 کوادرات جور وای کرده. کسی با یخنه میخوردگی باشه دیگه لبی آب موندگی یخنه. حتما زنگ زنید خریداری کنید اکو ضرر نمیکنید. باقی سربلند خانوباد باشید. ویدیو اگر معقول شد باشه حتما لایک برای خاطر اکه عبدالغفار همین ویدیو را اکو لایک باران کامنتر نویسه کنید. خدا همتون در حفظ امانش نگهدار باشه.